تصور کنید این فقط یک سکه نیست. تصور کنید این سنگین‌ترین چیزیه که در تمام تاریخ گیاهان وجود داشته. چه اتفاقی میفته اگه یکی از اینا روی زمین ظاهر بشه؟ امروز ما یک آزمایش فکری رو شبیه سازی می‌کنیم. سفری به دل یک فاجعه گیاهانی. این داستان نابودی سیاره ما در چند ساعت. در ثانیه‌های اول هیچ اتفاقی بزرگی نمی‌افته. فقط یک کشش نامرئی، اما این فقط آرامش قبل از طوفانه. اولین قربانیان کوچکترین چیزها هستند. گرانش این سیاه‌چاله اونقدر زیاد نیست که هر چیزی رو قبل از بلیدن به رشته‌های اتمی تبدیل می‌کنه. پدیده‌ای که بهش میگیم اسپاگتی شدن. مردم هنوز نمیدونن چی شده. اونا فقط یک پدیده عجیب رو میبینند. یک ماشین به صورت ناگهانی از زمین کنده شده و به سمت سیاه‌چاله کشیده میشه و بعد فاجعه شروع میشه. هر چیزی که به داخل سیاه‌چاله کشیده میشه به خاطر اصطکاک شدید تا دمای میلیون‌ها درجه گرم میشه و یک قرص برافزایشی درخشان رو تشکیل میده. این منظر زیبا در واقع فریاد مرگ ماست. در عرض چند دقیقه کل شهر به سمت این مرکز گیاهانی کشیده میشه. ساختمان‌ها مثل اسباب بازی از هم فرو میپاشن. گرانش اونقدر زیاده که حتی خود نور هم در اطرافش خم میشه. پدیده‌ای به نام همگرایی گرانشی که انیشتین پیش‌بینی کرده بود. واژه فقط روی زمین نیست. سیاه‌چاله‌ها شروع به بلیدن اتمسفر میکنه و یک حفره در آسمان ایجاد میکنه. کشش گرانشی اونقدر زیاده که پوسته زمین رو مثل یک تخم مرغ میشکنه. و وقتی به اقیانوس‌ها میرسه، آب دریا در اثر انرژی عظیم قرص برافزایشی شروع به جوشیدن میکنه. سیاه‌چاله شروع به خوردن خود سیاره میکنه. تکه‌های عظیمی از پیوسته و گوشه زمین جدا شده و به فضا پرتاب میشن. نیروی گرانش ما رو از مدارش خارج میکنه و اون رو هم به سمت خودش میکشه. و در نهایت کل سیاره زمین به یک رشته بلند و درخشان از پلاسما تبدیل شده و در افق رویداد سیاه‌چاله ناپدید میشه. خونه ما برای همیشه از گیاهان پاک میشه. یک سیاه‌چاله به اندازه یک سکه جرمی معادل یک کوه یا حتی یک سیاره داره. این چگالی بی‌نهایته که اون رو اینقدر خطرناک میکنه. بر اساس نظریه نسبیت انیشتین، جرم، تار و پود فضا زمان رو خم میکنه. یه سیاه‌چاله یک حفره بی‌انتها در این تار و پر ایجاد میکنه. مرز این حفره به افق رویداد معروفه. نقطه‌ای که حتی نور هم نمیتونه ازش فرار کنه. این نقطه بدون بازگشته. و در مرکز اون تکنیکی قرار داره. نقطه‌ای با چگالی بی‌نهایت که تمام قوانین فیزیک ما رو در اونجا از کار میافته. اما آیا سیاه‌چاله‌ها برای همیشه باقی میمونن؟ استیون هاوکینگ معتقد بود که نه. اونها به خاطر پدیده‌ای به نام تابش هاوکینگ بسیار بسیار آهسته تبخیر میشن و از بین میرن. این داستان فقط یک داستان علمی تخیلی نبود، یک یادآوری بود. یک یادآوری از اینکه ما در یک گیاهان چقدر کوچک و شکننده هستیم. خب خلاصه لایک و ساب کنید. دمتون گرم.